مطمئناً خودتون یا اطرافیانتون این تجربه رو داشتین که عاشق فردی شدین که اصلاً مناسب شما نبوده. میدونید چرا؟ دقیقاً هدف ما اینه که به طور شفاف بررسی کنیم که چرا ما جذب افراد اشتباه میشیم. با این ویدیو تا آخرش همراه ما باشید. در طی تحقیقات روانشناختی انجام شده، افراد پاسخهای اینچنینی به سوالات مطرح شده دادن که در دیدار اول چنان مجذوبش شدم که بقیه مسائل از دیدم محو شد. معمولاً توی رابطه‌ام جذب چند صفت ظاهری خاص یا چند تا رفتار خاص فرد میشم و دیگه عاشق میشم و عقل و هوشم به باد میره. توی خونه از عزیزانم یه رفتار و الگوهای معیوبی رو دیدم و در رابطه هم دنبال همونام. در خودم احساس ارزشمندی نمی کنم و دنبال کسی می گردم که منو تایید و تحسین کنه و الی آخر. بنابراین ریشه انتخاب اشتباه ما برمیگرده به اینکه یا خودمون صادق نیستیم یا طرف مقابل پنهانکار ماهریه. همه ما هنگام شروع شدن یه رابطه تلاش میکنیم بهترین نسخه از خودمون رو ارائه بدیم. برای جذب طرف مقابل یه تصویر ایدئال از خودمون رو نشون میدیم و مشکلات رفتاری و تروماهای روحی خودمون رو پنهان میکنیم. همچنین طرف مقابل رو کاملتر از چیزی که هست میبینیم و عیب و ایرادهای اونو با گول زدن خودمون فقط به خاطر اینکه این فرد جدید هست و احساسات مختلفی نسبت به اون داریم رو عملاً نادیده میگیریم. اما با گذشت مدت زمانی از رابطه متوجه مشکلات رفتاری طرف مقابل میشیم. شخصیت واقعی خودمون رو به نمایش میذاریم و در نهایت ایرادهایی که رابطمون داره برامون آشکارتر میشه. اگه یه طرف در رابطه هوش اجتماعی و عاطفی بالایی داشته باشه، میتونه مدتها شخصیت اصلی خودشو حفظ کنه و هنگامی که طرف مقابل حسابی وابسته اون شد، خودش رو نشون بده که در این شرایط معمولاً برای طرف مقابل جدایی سخت و دشوار میشه. راه حلی که میتونم پیشنهاد بدم اینه که خودمون رو همونطور که هستیم بپذیریم و سعی در پنهان کردن خود واقعیمون نداشته باشیم. اون موقع نیازی به پنهان کردن خودمون نداریم و دوماً اینکه سعی کنیم برای شناخت خوب طرف مقابلمون از مشاورها و روانشناسا کمک بگیریم. من بیشتر از این ارزش ندارم. افرادی که بی‌اعتماد به نفسن و میزان خودباوری در اونا نسبت به خودشون خیلی پایینه، همیشه جذب افراد اشتباه میشن و باعث میشه در طول یه رابطه آسیب‌های زیادی رو به مدت طولانی با خودشون حمل کنن. این افراد همیشه در رأس مواجه شدن با اختلالات رفتاری قرار میگیرن، چون ناخودآگاه اونا به این پذیرش رسیده که من کافی و با ارزش نیستم و بهتره سراغ کسایی برم که از من بالاتر نیستن و حتی خیلی هم از نظر رفتاری و اخلاقی در جایگاه موجهی قرار ندارن. اما همین که شروع به دوست داشتن خودتون کنید و اعتماد به نفستون رو تقویت کنید، متوجه میشید ارزشتون خیلی بیشتر از تن دادن به رابطه با آدمای غلطه و سراغ افرادی میرید که از نظر اخلاقی و عاطفی کاملا امن و مطمئنن. اگه اعتماد به نفس پایینی دارید، حتما روی خودتون کار کنید. ممنونم که تا این قسمت از ویدیو همراه ما بودید. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. خانواده من رفتار درستی با من نداشتن. افرادی که در دوران کودکی و نوجوانی با بداخلاقی و بی‌اعتنایی والدین مواجه بودن، در بزرگسالی هم این حلقه اشتباه رو گسترده میکنن. جذب کسایی میشن که مثل والدینشون رفتارهای مخرب دارن. اگه کسی هستید که در دوران کودکی والدینتون نقش کمرنگی در شکلگیری شخصیت و اعتماد به نفستون داشتن، پیشنهاد ما اینه که با مشاوره و روانشناس حاذق این خلأ رو ترمیم کنید. و در آخر اون چیزی که مهمه اینه که به خودتون زمان بدید و صبر کنید. عشقی که دنبال اون هستی بیرون از تو نیست، با تار و پود روح خودت گره خورده. اگه حس میکنید علت واقعی جذب شدن به افراد دچار اختلال شخصیت و
پیدا کردید کمی به خودتون زمان بدید. خودتون رو پیدا کنید و خلاهای روحی خودتون رو درمان کنید. خودتون رو دوست داشته باشید. اعتماد به نفستون رو تقویت کنید. با این ترفندا کم کم جایگاه واقعی خودتون رو تغییر میدید و افرادی رو جذب میکنید که بهترین لحظات زندگی شما رو رقم بزنن. به پایان یه ویدئوی دیگه رسیدیم. تا ویدئوی دیگه بدرود.